تغییرات قند خون و دیابت نوع 2. یکی از مهمترین مسائل برای مبتلایان به بیماری دیابت نوع 2 آشنایی با علائم افزایش قند خونه. این علائم شامل پرنوشی، پرخوری، ضعف ادرار مکرر، دید تار، ضعف و خستگی و پوست خشک و شکننده است. در صورت مشاهده علائم فوق، حتما اگه در منزل دستگاه چک قند خون دارید، سریعا قند خون خودتون رو چک کنید. قند بیشتر از 182 ساعت بعد از صرف غذا نشانه افزایش قند خونه. درمان افزایش قند خون: به صورت مکرر قند خون خودتون رو چک کنید. اگه پزشکتون براتون دارویی تجویز کرده، داروها رو به موقع مصرف کنید. رژیم غذاییتون رو رعایت کنید و آب زیاد بنوشید. اگه میتونید ورزش کنید. اگه قند خونتون بیشتر از 240 بود، سریعا به مراکز درمانی یا پزشک معالجتون مراجعه کنید. اگه به مدت 3 روز قند خونتون با مصرف دارو و رعایت رژیم غذایی و ورزش پایین نیومد، به پزشک معالج خودتون مراجعه کنید. از دیگه عوارض کوتاه مدت دیابت کاهش یا افت قند خونه. علائم و نشانه‌های کاهش قند خون شامل سرگیجه، سردرد، دید تار، ضعف و خستگی، لرزش، احساس گرسنگی شدید، تعریق، احساس پریشانی، استرس یا اضطراب و تغییرات خلق و خو هستش. اگه در منزل دستگاه چک قند خون دارید، سریعا قند خون خودتون رو چک کنید. قند کمتر از 70 نشانه کاهش قند خون هستش. برای درمان سریع کاهش قند خون میتونید یه قاشق غذاخوری شکر بخورید یا نصف لیوان آب میوه یا یه لیوان نوشابه‌ای که رژیمی نباشه مصرف کنید. 15 دقیقه بعد دوباره قند خون خودتون رو چک کنید. در صورتی که هنوز قند خونتون زیر 70 دوباره نوشیدنی‌های شیرین رو بخورید. اگه قند خونتون به حالت عادی برنگشت، سریعا به مرکز درمانی یا پزشکتون مراجعه کنید.